دوستان عزیز، امروز یک برنامه کاملا متفاوت داریم و می‌خواهیم نظریات مردم را در باره چهره‌های سرشناس بگیریم. ملا یعقوب، وزیر دفاع افغانستان. نظرتون در موردشان چیست؟ نظرم که یک وزیر جوان افغانستان است. پالیتیشن، سیاستمدار امریکاست. سلام دوستان عزیز، امید که هر جای هستین جور و صحت و سلامت باشین و لباس و عافیت بر تن داشته باشین و از گزند روزگار در پناه حق قرار داشته باشین. شما را بازم خوش آمدید میگم به برنامه این هفته با من محمد شعیب امیری. دوستان عزیز، امروز یک برنامه کاملا متفاوت داریم و میخواهیم نظریات مردم را در باره چهره‌های سرشناس بگیریم. خب دوستان عزیز، حتما برنامه را تا آخر برنامه بیننده ما باشین و کانال یوتیوب خودتان را لایک کنین، سابسکرایب و کامنت و نظریات زیبا را فراموش نکنین. میریم تا برنامه را ببینیم، ان شاء الله تا آخر بیننده برنامه ما باشید. خب دوستان عزیز، فعلا از یکی از مؤثرین آمدیم و میخواهیم برنامه ما را با ایشان آغاز کنیم. سلام بر شما. و علیکم سلام. خوب هستین؟ شکر. اسمتان؟ سمیع الله سحر. سمیع الله جان، محصل کدام رشته هستین؟ اقتصاد. کدام بخش؟ منیجمنت. منیجمنت. بسیار خوب. سمیع الله جان، بر شما 5 عکس نشان میدم. شما در مورد این 5 عکس نظریاتتان بر ما میگین و اگر شما برنده شدین بر شما 500 افغانی به عنوان تحفه داده میشه. درست است؟ آماده هستیم. تصویر اول وزیر دفاع ملا صاحب یعقوب. اینا رو شناختم. فرد دوم عکس خوب. خلیلزاد. آقای خلیلزاد، نظرتون در موردشون چیست؟ چیزی ندارم. باید نظر بدین. پالیتیشن، سیاستمدار امریکاست. افغانی نژاد افغانی. چی برش میگیم؟ افغان امریکن what you call resident. و در مورد ملا یعقوب، یک وزیر جوان، وزیر دفاع جوان افغانستان. بسیار خوب. میریم به طرف تصویر بعدی. اینا رو حتما میشناسین. of course یقینا. آریانا سعید. نظرتون در موردشون چیست؟ آوازخوان مست. آوازخان مست. لقب بسیار خوب برای بانو آریانا سعید انتخاب کردن. بر نظر شما در مورد این شخص چیست؟ دکتر صاحب اشرف غنی. نظرتون در موردش چیست؟ چی بگویم در باریش؟ برای ما وطن دوست. شخص وطن دوست است. و میریم به طرف تصویر آخر. ایشان را بشناسین؟ اوکی لمیش سی آپشن میتونی که بتین؟ نه خیر نه. نمیفهم. مارتین لوتر کینگ. نه خیر. فعلا زنده است. فعلا زنده هستن. بله. خب شاید پادشاه کنیا باشه دیگه. اسمشان نمیفهم. اسمشان را دوستان عزیز نفهمیدن و اینا هم از برنامه از بستن. خب دوستان عزیز، بازی ما ادامه داره و یکی از مؤثرین دیگه همراه ما هستن و میخواین بازی را با اونا اجرا کنیم. خب دوستان عزیز، فعلا از یکی از مؤثرین دیگر آمدیم و میخوایم گیم ما را با ایشان اجرا کنیم. سلام علیکم، خوب هستین؟ و علیکم سلام، شکر الحمدلله. شما خوب هستین؟ تشکر. اسمتان؟ شاهدالله حکیمی. آقای حکیمی، محصل کدام رشته هستین؟ محصل 15 اقتصاد. سال چندم؟ سال آخر. ماشاءالله. ما یک بازی داریم، بر شما 5 تصویر نشان میدیم و اگر شما این 5 تصویر شناختین و در مورد از اینا بر ما نظریاتتان را گفتین، ما بر شما جایزه میدیم. بسیار خوب، تشکر. بازی را آغاز کنیم؟ بله. شخصیت اول ملا یعقوب، وزیر دفاع افغانستان. نظرتون در موردشون چیست؟ نظرم که یک وزیر جوان افغانستان است. فرد دوم آقای خلیلزاد، یکی از مفسدترین چهره افغانستان.
که همیشه بر افغانستان خیانت کرده است. نظرشون در مورد آقای خلیلزاد هم داشتیم. خب دوستان چهره بعدی آریانا سعید نظرتان؟ یک آوازخوان بسیار شوخ طبیعت و مست. تصویر بعدی اشرف غنی رئیس جمهور قبلی افغانستان. نظرتون در مورد چنین؟ یک از چهره‌های بسیار وطن دوست و ملی بود. یک شخص بسیار ملی بود که همیشه منافع ملی را در نظر می گرفت و نقص دیگران نبود و خائنین را از کشور عفو کرد. این از کشور فرار دادن. خائنین از کشور فرار دادن. یگانه مفکوره که داشت میخواست که فقط به افغانستان خدمت کنه و در افغانستان خائنین از بین بره تا که افغانستان پیشرفت کنه. بسیار خوب. و دوستان عزیز تصویر آخر و چهره آخر که باید در موردشان بر ما معلومات بده. خودم شخصا آشنایی ندارم اما چیزی خاص هم ندارم براش که بگم. یعنی اینا رو نشناختید؟ نه یار نشناختم. کوشش کنین که اگر نه از برنامه حذف میشه. نه مشکل ندارم، ما پیش حذف بودیم. بسیار خوب دوست عزیز. خب دوستان عزیز این دوست ما که همراه ما برنامه را اجرا کردن و حذف شدن و متاسفانه فکر کنم بسیار عجله داشتن و از پیش ما فرار کردن. خب دوستان عزیز فعلا هم با یکی از مؤثرین دیگر هستیم و میخوایم مصاحبه را با ایشان ادامه بدیم و گیم خود با ایشان اجرا کنیم. سلام بر. سلام علیکم. خوب هستین؟ شکر. اسمتان؟ احمد لودین افغان. احمد لودین؟ احمد لودین احمد لودین جان ما امروز یک گیم داریم. گیم ما قسم است که بر شما 5 تصویر نشان میدم و شما در مورد این 5 تصویر باید نظریاتتان را بر ما بگویید. و اگر شما 5 تصویر را شناختین و نظریاتتان را بر ما گفتین ما بر شما یک مقدار پول جایزه میدیم. صحیح است؟ آماده هستین؟ بسیار خوب دوستان. شخصیت اول سرپرست وزارت دفاع افغانستان مولوی صاحب یعقوب. نظرتون در مورد چه؟ جوان فعال و وطن دوست کارکن. شخصیت دوم زلمه خلیلزاد افغانی الاصل و تابع امریکا. افغان که تابع امریکا. افغانی که تابعیت آمریکایی داره و نماینده خاص دولت امریکا بود به خاطر مصالحه ملی و امی پروسه صلح که سفرهای متعدد انجام دادم و فایده و نتیجهش دیده نتونستم. بسیار خوب. شخصیت سوم حدس بزنید کی باشه؟ اون یک شخص مشهور است. خب میبینیم دوستان عزیز. بانو آریانا سعید. نظرتون در مورد چند چیز؟ یک بانوی جوان آوازخوان که علاقمندان زیادی هم داشت در رژیم قبلی. خب شماش تو علاقمندشون هستین یا خیر؟ چندان نه. قدر فکر کنم از موسیقی به موسیقی علاقه نداریم. با موسیقی علاقه دارم اما سبکی که اینا میخوانند به او علاقه ندارم. بسیار خوب. میریم به طرف تصویر بعدی. تصویر بعدی ما شخص است که رهبر افغانستان. بله، رئیس جمهور قبلی افغانستان دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی، شخصی که بسیار فعال و وطن دوست بودن و یک سیاست مبهمی را به کار بردن که تا فعلا تمام ملت فکر کنن که یک سوال در ذهنشان است که با او وعده ها و او کارهایی که میکرد یعنی تمامش به نفع افغانستان بود، چطور دفعتا یک سیاست سرچپه را به کار بردن که تا فعلا هم فکر کنیم این سوال در ذهن تمام افغان ها است. بسیار خوب. و میریم به طرف تصویر اخیر. تصویر اخیر ما حدس بزنید اینا کی باشه؟ فکر کنم که رئیس جمهوری کنیا بودن. اسمشان؟ فعلا خود اسمشان در یادم نیست اما همه قدر میفهم که رئیس جمهوری کشور کنیا. برای ما اسم و نظریه شما مهم. خب طبعا که شخص مشهور هستن بودن و خدماتی که به کشور. شخص مشهور باید حتما اسمش بفهمید. خب کسی هست یعنی که از کشور هست که زیاد زبان زد نیست، یعنی نامش نام و کشور و امو
سیاستشان و یا اوضاع او کشور قدر زیاد زبان زده خاص هم نیست، از او خاطر ما فعلا مواصل هستیم، باید در این مورد مطالعه داشته باشیم. برای شما 10 ثانیه وقت میدیم، اگر شما اسمشان را یاد آوردین برای شما جایزه را میدیم، اگر نآوردین شما از برنامه از بستیم. 1 2 3 4 5 6 7 نلسون ماندلا که 8 نیستن. 9 10. شما هم 2 سعید از برنامه از بستین و چانس با شما یار نبوده که جایزه را از پیش شما هم بگیرین. خب دوستان عزیز، قسمی که دیدیم دوست ما نتونستن که گیم را برنده شون و شخص اخیر را نشناختن. خب دوستان عزیز، میریم فعلا به طرف محصل بعدی و میخوایم گیم ما را با ایشان ادامه بدیم که اونا میتونن برنده 500 افغانی شون یا خیر. سلام علیکم، خوب هستین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ تشکر، زنده باشین. اسمتان چیست؟ صدیق الله ایوبی، صدیق الله جان. محصل کدام رشته هستین؟ محصل انجینری محصل انجینری هستن. انجینری ساختمانی؟ او بیکار. سال چندم؟ دویم کال ده. و سال دوم. ما امروز یک گیم داریم، گیم را میخوایم با شما اجرا کنیم. گیم ما قسم است که بر شما 5 تصویر نشان میدیم، اگر شما 5 شخصیت را شناختین و در موردش بر ما نظریاتتان را گفتین، ما بر شما 500 افغانی جایزه میدیم. شیخ سید. درست است؟ آماده است؟ شخصیت اول ملا یعقوب مجاهد، نظرتون در موردش چیست؟ دا یو رښتینی وزیر دفاع و لایق شخص. بسیار خوب. شخصیت اول دوستان عزیز شناختن. میریم به طرف تصویر دوم. خلیلزاد د امریکا د امریکا وای کټ خب در امریکا چی؟ د امریکا ځانګړی استازی په افغانستان کې. شخصیت دا هغه شخصیت و چې د صلح او آرامي ضد شخصیت و. شخصیت دوم را هم شناختن و میریم به طرف شخصیت سوم و شخصیتی که حتما با ایشان معرفی شناخت داریم. آریانا سعید دا هغه ښځه ده چې د اسلامي فرهنګ او د افغانستان د فرهنګ ضد ښځه شمېرل کېږي. یعنی علاقمند آریانا سعید نیست؟ بالکل علاقمند زنه. بسیار خوب. و تصویر بعدی ولسمشر اشرف غنی دا یو متفکر شخصیت و وطن دوست شخصیت. شخصیت وطن دوست است، درست؟ بالکل. و امیر رقم میریم دوستان عزیز به طرف تصویر اخیر. و از تصویر اخیر تصویر کی باشه؟ شاید د یو متفکر یا ډیر خسر شخصیت شاید. بسیار خوب. میبینیم دوستان عزیز که تصویر اخیر تصویر کی است؟ میشناسین اینا را؟ دا د امریکا ده او دغه د نړیوال روغتیا سازمان مشر ګڼل کېږي. اینا از امریکا نیستن، اشتباه گفتین دوست عزیز. برای شما 10 ثانیه فرصت میدم تا شما ایشان را بشناسین و اسمشان را بر ما بگین. او نوم خو یې راته نه دی معلوم، خو ماته دغسې معلومیږي چې دا د عامې روغتیا هغه شمېرل کېږي، رئیس ده. دا نړیوال سازمان د عامې روغتیا رئیس. خیلی شما اشتباه کردین. خب دوست عزیز، شما هم از برنامه از بستین و شما هم نتونستید که برنده 500 افغانی شوین از برنامه ما. خب برای شما وقت خوش می‌خوایم، امیدوارم کامیاب موفق باشید. و اگر پیام داشته باشین بدین پیامتون را بر ما هم بگین. درباره چی پیام به مسئولی نگه داشته باشین و به جوانو پیام باشه. ځوانانو ته زما دا پیغام ده چې خپلو درسونو ته او خپلو هدفونو ته رسیدو لپاره ډېر زیات هلې ځلې وکړي او هغه ترڅنګ باید موږ د دولت سره او چارواکو سره هم په علمي سطح کې او په علمي شیانو کې مرسته وکړو. بسیار خوب دوستان عزیز، تشکر از شما. خب دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته ما. من محمد شایب امیری خدمت شما حضور پیدا کردم و برنامه را برای شما تقدیم کردم. تا برنامه بعد که من خدمت شما حضور پیدا میکنم و مانند این هفته یک برنامه کاملا متفاوت را برای شما تقدیم میکنم. شما را به خداوند یکتا و بی همتا بسپارم.